خودارضایی یا به تعبیر دیگر عادت سری که برش میگن در لغت عربی در این مورد هست. یکی از جمله سوالاتی که بی اندازه پرسان میشه، مطرح میشه در بین جوانان عزیز ما، از هر گوشه پرسان میکنن همین بحث خودارضایی است که از لحاظ اسلام چی حکمی داره. در مورد حکم خودارضایی و یا همون به اصطلاح استمناء دو تا دیدگاه هست بین علمای عزیز ما. دیدگاه اول و نظریه اول جمهور علما یا بسیار از علما بر این باور است که حرام است، نادرست است و دلیلی که ازش استدلال میکنن دو آیه از قرآن هست و یکی از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. آیاتی که برای حکم حرمتی را استدلال میکنن آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. به این آیه هست که الله سبحانه و تعالی میگه مؤمنان واقعی کسانی هستند که شرمگاه‌های خود را حفظ میکنن مگر از همسرانشان. یعنی به این معنا که فقط تنها قضیه اباحت به اصطلاح یا انزال شدن انسان فقط در همون بحث جماع هم بستری است. آیت دیگر میگن که ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. الله سبحانه و تعالی دستور به عفاف به پاکدامنی داده برای کسانی که قدرت ازدواج ندارن. خب اگر بحث خودارضایی جواز می داشت یا به اصطلاح درست می بود، در اینجا به جایی که اونها را توصیه برای صبر و برای عفاف و برای پاکدامنی بشه، برایشان اذن و اجازه خودارضایی داده میشد تا خودشان از این طریق راحت بسازن. و همچنین حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در مورد جوانان میگه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جماعت جوانان، کسایی که قدرت ازدواج دارید ازدواج بکنید، چون این ازدواج محافظ چشمان شماست و وسیله عفت و پاکدامنی برای شرمگاه ها و فرج های شماست. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کسایی که قدرت ازدواج ندارن روزه بگیرن یا صبر و حوصله بکنن. اگر بحث خودارضایی جواز میداشت، در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور به خودارضایی میداد اونها را. یعنی این دلایلی دسته از علمایی که میگن خودارضایی حرام نادرست. خودارضایی برای عمل میگن که انسان یا از طریق دست خود یا از آله دیگری به اصطلاح بدون اینکه که با همسر خود همبستر بشه خود را انزال میسازه یا جنوب میسازه. برای این میگن عمل خودارضایی یا همون عادت سری یا استمناء، حالا به دست باشه به هر چیزی دیگری که باشه، صورت میگیره. اما نظر بعضی از علمای دیگری است که مباح است، جواز داره در دو تا حالت. یکی حالتی که اگر ترسی باشه که جوان مسلمان در زنا واقع بشه، دختر و پسر مسلمان خدای نکرده در عمل منافی عفت یعنی زنا واقع بشه، با وسیله خودارضایی میتواند که خودش کنترل بکند و این خودارضایی سبب بشه که از زنا و بی‌عفتی و بی‌عزتی جلوگیری بشه. در چنین حالتی برایش مباح است، جواز داره که به اصطلاح خودارضایی بکنه، چون گناهی زنا بی اندازه جرم بسیار بزرگ است و اگر عیانا بالفرض گناه هم باشه، گناه این بسیار کم است، جمله صغائر محسوب میشه. و یا حالت دوم، اگر در صورتی که مثلا برای بدن انسان ضرورت باشه، حالت ضرورت نگاه کردن به اصطلاح یا دفع کردن آب منی در وجود انسان برای انسان مضر واقع بشه، یک طبیب متخصص و ماهر برش بگه و نیاز باشه که خودارضایی بکنه، در چنین حالتی برایش مباح است و مشکلی وجود نداره. و این عده از علما میگن که دلایلی که علما دسته اول استدلال میکنن برای تحریم خودارضایی، میگن که اصلا او مربوط به این قضیه نمیشه، او بحث کاملا جدا هست و هیچ آیت صریح یا مثلا حدیث صریحی در این مورد وجود نداره که بر ممنوعیت یا بر تحریمی به اصطلاح بحث خودارضایی باشه. به هر حال پس نتیجه است که اگر در چنین حالتی جوان مسلمان واقع میشه که خدای نکرده یک طرف قضیه زنا مطرح میشه، یک طرف هم بحث خودارضایی، در اینجا به اصطلاح میتونه خودارضایی را انجام بده و از زنا جلوگیری بکنه. و اما ضرر داره. کسایی که علمایی که میگن به اصطلاح تحریم یا نادرسته به خاطر اضراری که در این است که در ضرر این همه اتباع هم تا دیدگاه نظر دارن. کسانی که از طریق دست یا آله دیگری خودارضایی میکنن، در نتیجه برای اینها ضررهای پیش میاد، حالا چی ضرر به اصطلاح جسمی باشه یا ضرر برای عصبی باشه، سر اعصابش فشار بیاد، یا مثلا ضررهای دیگری که برای انسان مرتب میشه و مخاطر اضرارش میگن که به اصطلاح حرام و نادرسته. امیدوارم ان شاء الله پیام رو گرفته باشید. موفق و کامیاب باشید. السلام علیکم و رحمت الله.